سحر و جادو از جمله عملهایی است که دین مبین اسلام محکوم میکند، ولی کم نیست در نفرانی که از نام اسلام و سوره آیه های قرآنی استفاده نموده به باوری آدمان وارد میشوند و از آن پول کار میکنند. بر ضمن این به ناموس آنها دست درازی میکنند. سلام بیننده گرامی، امروز در برنامه دین و جامعه اطراف این موضوع صحبت میکنیم. هم صحبت ما محمود سنگالیف، سرمتخصص ریاست فتوای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان میباشند. شما رو به برنامه خوش آمدید میگوییم و میگفتید که برخی از ملاها گویا برای خلاصی از جن و پری و درد و زیان از سوره های قرآنی در بدن زنها می نویسند و مخصوصا به بعضی عضوهای زنها. خوب میگفتید که اسلام به چنین عملها را چگونه محکوم میکند؟ به نام خداوند بخشنده مهربان. البته در دیدگاه دین مبین اسلام یک پدیده شومی در جهان انسانی این یعنی عملکرد بعضی انسان‌های هست که با عنوان بینک و فالبین و به همینها فعالیت میکنند و سحر و جادو میکنند. البته این از دیدگاه دین مبین اسلام، چه از دیدگاه قرآنی، چه از دیدگاه حدیث و چه از سخنان بزرگان محکوم شده است این مسئله. حتی این مسئله تا این درجه خطرناک است که انسان ساحر و جادوگر اگر از دین مبین اسلام استفاده میکند و اون کسانی که پیششان میآید اونها رو میگوید که من یعنی آیات های قرآنی یا یکم حدیث معصور یا یکم چیزی رو در بدن اون زن میخواد بنویسد، شما ببینید اول اینکه به محرم رفتن زن معنی است در پیش اون، هرچی داملا باشد، قاری باشد یا مثلا هر کسی که باشد نامحرم رفتن پیش اون معنی هست از دیدگاه دین. کجا برسد به جای اینکه در بدن اون آیت قرآن نوشته شود این عمل از عمل گناهان کبیره و حرام است، چون که جسد زن باید دیده نشود و اون هیچ حقی ندارد و اون نامحرم است، هیچ حقی ندارد که بدن اون رو ببیند و آیت های قرآنی در جسم زن و در جسم هر انسانی باشد مرد زن از دیدگاه دین حرام است و هیچ ثبوتیتی ندارد. حتی اسلام این را گناه کبیره شماریده، حرام شماریده، یا عملی یعنی نامشروع، یک عملی پست انسانی میداند این را. استفاده تومور و تشتا و آبهایی که در آن سوره های قرآنی خوانده می شود آیا اون مشکل کشا شده می تواند؟ البته شما ببینید که قرآن به شک از خود قرآن یعنی اون برای شفای جسمی و روحی و معنوی البته هست، این شکی نیست. خود قرآن را صحبت میکند و پیغمبر خدا استفاده میکردن از قرآن و همه بزرگان دین استفاده میکردن. همچنان که در صحیح بخاری روایت داریم در حدیث که صحابگان سوره فاتحه را دم دوختن در یک یعنی امیر یک قومی که اون را کژدم گزیده بود، یعنی سبب شفا شدن. پس این قرآن در بیماری جسمی و بیماری روحی شفا هست و البته نویستن تعویذ یا توماری که در اون آیت قرآنی باشد، در اون یکم حدیث ثابت از پیغمبر خدا باشد، یکم دعای قرآنی یا دعای حدیثی باشد که خواندن اون یعنی خوانده شود اون را، این چیز از دیدگاه مذهب امام اعظم معنی نیست، از دیدگاه اهل سنت و الجماعت معنی نیست و آبی که در اون دعا خوانده می شود اون آب را امروز علم طب یعنی ثابت کرده است که یعنی با اون تحقیق رسیده است که آبی که در اون دعا خوانده می شود از آبی که معمولی هست دعا خوانده نشده است اثرات این از اون فرق میکند. بنابراین در آب خواندن هم سبب شفا شده می تواند برای امون انسانایی که بیمار هستند یا یکم ضرر و زیانی که دارند البته می شود. بعضی از ملاها میگویند که برای به دست آوردن دل شوهر یا اینکه نگاه داشتن عائله گرم کردن این ثواب است، یعنی که پایداری عائله پابرجا میماند. آیا واقعا هم این گفته ها در اسلام آمده است که به خاطر پایداری عائله یا که دلگرم بودن شوهر زن از چنین عمل ها یعنی که گرمی کردن استفاده بردن را دین اسلام اجازت میدهد؟ البته شما ببینید مسئله که در میان مرد و زن بعضی خشونت های عائلوی هست، اینها اول اینکه باید برطرف کردنش رعایت کردن حقوق طرفین هست، یعنی باید یکدیگر را حقوقشون را پایمال نکنند،
چی مرد یا چی زن. دوم مسئله آیا اون زن میتواند پیش کسی برود دلگرمی بکند که این در میان جامعه ما متاسفانه بسیار است. این از دیدگاه دین درست نیست. این رو کسی میگوید هیچ دلیلی ندارد برای این. از دیدگاه دین مبین اسلام نباید این کار را بکنند. البته برای یکدیگر باید دعا کنند، حقوق یکدیگر را رعایت کنند. برای یکدیگر یعنی یک بخشش رو ببینید دو رکن است در زندگی، یکی باوری اعتماد با یکدیگر، دیگری بخشیدن. بنابراین لغزش یکدیگر را ببخشند و برای یعنی دلشون نرم شدن و گرم شدن برای یکدیگر اینو پیش خدا باید دعا کنند. هرچی با عنوان دعا باشد یا با نماز حاجت هم بخونن دعا کنن این بهتر است. و اون که میروند دلگرمی که همین ابتدای همون کارهای نامطلوب است. اول دلگرمی میکنن بعد دیگر کار میکنن. بنابراین این چیز از دیدگاه دین مبین اسلام جایز نیست. راست است که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلام را جادو کردند. اگر چنین باشد او را کی جادو کرده بود و برای نجاتش چی مثلا چه آیه و قرآن فرموده شد که از این حالت ناگوار بیرون شوند؟ البته این مسئله در حیات پیامبر ما صلی الله علیه و سلم بودن و اون کسی که و روایت البته از عایشه مادرمون روایت هست در صحیحین یعنی در صحیح بخاری و صحیح مسلم که اون رو مرد در مدینه مرد یهودی به نام لبید بن الاعصم همین کس سحر کرده بودن و البته وقتی که پیامبر خدا را سحر کردن تقریبا مدت 6 ماه احساس میکردن که اون سحر کرده شدن و وقتی که در خواب بودن در بالای سرشون هم چون در روایت اومده جبرائیل نشسته بود در پایین پاش میکائیل به عنوان در صورت دو مرد و آنها میپرسیدند که یکدیگر رو که این مرد چی شده است. بعدا اونها گفتند که این مسحور است یعنی سحر کرده شده است و گفتند اینا کی سحر کردگی است. یکی از اونها جواب میدادند که البته این رو لبید بن الاعصم سحر کردگی است. به همون شانه‌ای که سرش را شانه میکرد و اون مویهایی که در همون شانه هست به همون به چیزی از درخت و در زیر نهر پنهان کرده شدگی هست در مدینه که نروان نام دارد اون بیر که همون گندگی ها و نجاست های مردم در اونجا پرتافته میشد. در همون جا گفتن پنهان است. بعدا پیامبر خدا رفتن گفتن که خداوند مرا خبر داد. بعدا چند تن از صحابه را گرفته رفتن رو بیرون کردن. بنابراین طریقه علاج از سحر همین است که ما همون چیزی سحر کرده شده را بیابیم و اون رو باز کنیم و 2 سوره در قرآن هست و در حالت کشودن اگر اونها خوانده شود یا دیگر آیت های خوانده شوند مثلا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس که یکی 5 آیت و دیگر 6 آیت هست تقریبا همون گره هایی که میکنن ساحرین 11 گره هست میگه هر یک آیتی هم را بخونن بکشایند. یعنی بهترین راه برای اینکه از سحر یعنی نجات بیابد انسان سحر شده همین است که اون سحر رو بیابن و همون آیت ها را بخونن باز بکنن یا اینکه علابش میزنن یا در آب بازش میکنن و برطرف میشود. و اگر رفت و این نشد اون چیز دریافت نکردن اینو میتوانن که با واسطه قرآن خواندن و رقیه خواندن رقیه های شرعی این چیز را برطرف کنن از انسان سحر شده. همچنانه که حضرت موسی همون بر سحره فرعون بر اون ساحران فرعون میگوید که ان الله سیبطله ان الله لا یصلح عمل المفسدین یعنی اگر اون رو که نیافتن الله تعالی اون چیزی سحر رو باطل میکند به سبب دعاخوانی کردن از قرآن عظیم و شان. در دوام ماه‌های آخر طریق شبکه‌های تلویزیونی نوارهای بازداشت فالبین و جادوگرهای زیاد نشر میشوند و به نظر شما چرا آنها از موی سر و عکس خواب استفاده میبرند؟ ببینید همه اینهایی که دستگیر میشوند تحقیق و تفتیش به جای میرسد که اونها رو زندگی با این راه مجبور کرده است. یگم تا اونها معلومات دینی ندارند، یک شب هم در مدرسه اسلامی نبودن و اونها میخواهند دنیایشان رو یعنی خوب کنن با همین سوء استفاده از دین و از باوری های مردم. چون که مردم ما مردم مذهبی است، مردم دیندار هست، از همین استفاده میکنن. حالا اون که اونها خودشان باید بدانند که کسی دعوا میکند که اون علم غیب میداند، اون یعنی پیشکی رو میداند، اون به عنوان فالبین است،
اون باید بداند که با این دعوایش هیچ ایمانی از اون باقی نیست، از ملت اسلام بیرون شدگی هستند و اون انسان هایی که نزد این میروند با این باور که این آینده ما را میتواند بسازد، این آینده ما را میداند، چون که عالم الغیب و شهادت خدا هست، نه پیغمبری از پیغمبران نه ملائکه از ملائکه ها علم غیب رو نمیداند. دین مبین اسلام در همه دور و زمان سیر و جادو رو محکوم میکند و آن رو یکی از عملهای نامطلوب میحسابد. ولی ما مشاهده کردیم و شاهد هم شدیم طریق برنامه‌های شبکه‌های تلویزیونی که اینها امام خطیبان و مؤذن ها هم هستند. یعنی اسلام با این طایفه انسان ها، یعنی آدمان که آنها امام خطیب هستند و نماینده های یک دین هستند، چی میگوید و چی نظر دارد؟ شما ببینید، یعنی نه بلکه همه امام خطیبان به این چیز دست میزنند. بعضی وقت می شود در کار امام خطیبان و در کار مؤذن ها یک انسان تصادفی می آید که اون یعنی دین مبین اسلام را به معنای کامل خواندگی نیست و معلومات کامل دینی ندارد و اونم دنبال همون دنیایش هست که باید همون را با هر طریق یعنی مبلغ به دست بیارد و حیاتش را خوب کند یا سبب رزقش را در همین میبیند، با همین چیزها دست میزند. این در اون صورت البته بعضی ما داشتیم از اون چیزها همون کسانی بودن که معلومات کامل دینی نداشتن، یعنی یکم نهاد علمی دینی نداشتن و انسان‌های در این جاده خدمت دین انسان‌های تصادفی بودن. بنابراین با همین چیزها دست دادن. البته هر کی باشد و این عمل شوم انسانی دست بزند، یعنی به عنوان ساحر و بی‌نقد خودش را معرفی کند، از اعتقادات مردم استفاده کند، این محکوم شده است در همه دور و زمان، در زمان خودمان هم. و این چیز از دیدگاه انسانی، از دیدگاه دین، از دیدگاه فرموده پیامبر خدا معنی و ناجایز است. گروه آدمانی هستند که برای حل مشکلی یا که کشایش کار دیگرشان به همین گروه آدمان یعنی که سیرگران مراجعت میکنند و میگفتید که به علمان اسلام نیز در چنین حالت ها مراجعت میکنند. البته بسیار آدم ها هست که با یعنی روحانیین، با علمای دین مراجعت میکنند، در بسیار مشکلیاشون، در کارهاشون قرار نگرفتن یا به عنوان دیگر میگویند پیش راه ما شاید بسته است، با علما با روحانیین مراجعت میکنن. این چیز از اول بود و همیشه هست این چیز و اینم روشی بد نیست. البته نباید پیش ساحر و جادوگر و پیش کسی که هیچ معلومات دینی هم ندارد، یک شب هم در مدرسه نباید روند. نه که پیش علما رفتن اینها معنی است از دیدگاه دین. فقط باید علما روحانیین بر اونها اون توصیه های را بدهند که بزرگان گذشته دادند. مثلا با اونها باید بفهمونند که سبب کشایش کار این می شود که انسان از گناه ها پرهیز کند، می شود که انسان نماز شب داشته باشد، نماز حاجت بخواند، دعا کند، از خدا طلب کند و صاحب عزت و ذلت و همه یعنی کامیابی ها خدا خودش است. برای صحبت پرمحتوا به شما تشکر میگویم. بینندگان گرامی، در صحبت ما قرار داشتن محمود سنگلیف، سرمتخصص ریاست فتوای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان. خیر، خدا نگهبان شما.